به نام خداوند بخشاینده مهربان، با عرض ادب خدمت شما تماشاگران عزیز این برنامه رو دست کم نگیرید. خوراک یکی از اسباب تمدن بشره. عرض شود که حالا ببینید چقدر قشنگ این آقای زکریای رازی ببینید بعضی غذا رو نوشته عجه، کوکو، غذای سنگین و دفع آن دشوار و کند، مخصوصا با روغن حیوانی. با روغن زیتون سبکتر و هضم آن آسانتر است. هر قدر این غذا رطوبت بیشتری داشته باشد، دفع آن از معده آسانتر است. بهتر است در این غذا فقط از زرده تخم مرغ استفاده شود. خوردن تخم مرغ آبپز به مقدار زیاد مصلحت نیست، خاصه با بریان و سبزی ها و شیر و شیراب و ماست. بزماورد، سمبوسه یا سمبوسک خوراکی است که هیچ با مزاج قلنجی ها و کسانی که بادهای سخت و غلیظ در مزاج دارند سازگار ندارند. چنین اشخاصی باید برای تهیه آن گوشت‌های سبک مانند گوشت بره و بزغاله و تخم مرغ به کار برند. صداب بر آن بیفزایند. ماده‌ای بوده. از خوردن ترخون، کاهو و کرفس با آن بپرهیزند. افزودن مقداری آویشن کوهی بر آن اشکالی ندارد. این غذا را با سرکه تند باید خورد. خب اینا رو هم برداشته نوشته. کاهو، چقدر از کاهو تعریف کرده. الان ما متوجه شدیم که کاهو چه غذای عالیه. کاهو سبزی است که از نظر طبیعت خنک است، خواب آور و فرو نشاننده تشنگی است. برای امزجه یعنی مزاج‌ها و جگرهای گرم سازگار است. هرگاه کاهو را با سمبوسک بخورند، پس از آن بخوابند، خواب عمیق و طولانی خواهند داشت. کاهو برای مزاج‌هایی که دچار بیماری‌های سرد و بادهای مختلف هستند سازگار نیست. کسانی که در سینه زخمی دارند، از آن ترشحات چرکی خارج می‌گردد یا نفخی در بدن آنها وجود دارد، باید از خوردن کاهو بپرهیزند. درباره کاستی نوشته، عرض شود درباره ترتیزک نوشته، درباره کرفس نوشته، درباره خردل نوشته، درباره گیشنیز نوشته. چقدر جالب ها. درباره ترخون نوشته، نعنا نوشته، تر خراسانی یا ریحان کوهی نوشته. عرض شود که جمار یا گیاهی شبیه نیلوفر نوشته، درباره آویشن کوهی نوشته، بادرنجبویه و برسیانا سبزی خراسانی. بادرنجبویه که نام دیگرش ترنجانه است و برسیانا که سبزی خراسانی است و برگ آن شبیه به بادرنجبویه است، هار بوده و برای فم معده مفید می باشد. برای معالجه خفقان و ترس و وحشت نیز مفید می باشد. عرض شود که هندوانه چقدر از اون تعریف کرده. از خیار و خیار چنبر چقدر تعریف کرده. از موز چقدر تعریف. اینا کجا بوده؟ اینا عجیبه. من فکر کنم موز از هندوستان می اومد. همه اینا رو برداشته نوشته می اومدن. خرمای خشک رو تعریف کرده. عرض شود که کشمش رو تعریف کرده. انجیر خشک نوشته بخورید. اینایی که قطره قطره ادرار میکنن انجیر خشک بخورن، کلیه را قوی میسازد، قدرت بدن را زیادتر میکنن. مسل انجیر میگه شیر انجیر رو جمع کنید به صورت مسل در میاد. همه رو درست داره میگه. بعد این روند، این جریان کشف الکلی که آقای رازی انجام داد، این تو همین مواد خوراکی بوده یا تو فرآیند پزشکی بوده؟ جریان پزشکی بوده. پزشکی بوده. توجه کردید؟ الکل رو ایشون کشف کرد. یه دانشمند فوق‌العاده‌ای بود. این اولش هم صراف بوده، بعد اومده تو این علوم و یه دانشمندی بود. خیلی هم زدنش. آخر عمرش یک شخصی به نام منصور ابن اسحاق سامانی، شهرلی دست سامانیان بود، به این گفته طلا بساز، نتونسته بسازه. با کتاب اینقدر زدن تو سرش که کور شده. ترتیب غذا، آن غذایی را که رقیق‌تر، هضمش آسان‌تر، سریع‌تر و زودتر دفع می‌شود، مثل سوپ. سوپ رو اول باید خورد. توجه کردید؟
گوشت گاو سنگین لطیف و سبک، گوشت تیهو گرم، عسل. عرض شود که همه غذا رو نوشته، آش سماق، آش آبغوره، عرض شود بریانی، قدید، گوشت قدید نوشته. همه رو با هم نخورید، توجه میکنید، کم بخورید، سعی نکنید همه رو با هم بخورید. غم و اندوه هم نخورید، همش نوشته غم و اندوه اشتهای شما رو عرض شود که نوشته غذا رو داغ نخورید، به معده سستی و رخوت میده، به معده سستی و رخوت میده. غذایی بخورید که ملایم باشه، زیاد گرم نباشه. بچه ها با چه غذایی بخورن؟ اصلا من تعجب میکنم ما چه آدم هایی داشتیم. غذای ترش، غذای شیرین، غذای شور، غذای چرب، غذای قابض، غذای تلخ، غذای تلخ و تند، غذای چرب و بیمزه. ببینید غذای شیرین همه رو برداشته، خواص رو نوشته، نوشته گاهی هم شما پرهیز کنید. واقعا این روزه که میگن یکی از خوبیاش اینه که مدتی آدم پرهیز میکنه و خیلی قشنگ. این مرد بزرگی شامی رو صحبت میکنه، ترشایی رو صحبت میکنه، سیر، درباره سیر چقدر صحبت میکنه. سیر نوشته بدن را به مقدار زیاد گرم میکنه، در بدن نمیماند، حرارت آن شبیه به گرمی تب نیست، بلکه یک حرارت مطبوع شبیه به حرارت غریزی است. بادها را در بدن پراکنده میکنند. از هر غذای بیشتر این خاصیت را داراست. الان میگن سیر بهترین غذاست. یه قرصایی برای قلب درست میشه از سیر که البته بدبوه، ولی خب یکی از گیاهان بسیار خوبه. عرض شود که برای مزاج‌های بلغمی و سرد نیازی به خوردن مواد مسلح پیدا نمی شود. اشخاصی که مزاجشان گرم است از آن نباید بخورن. نوشته اگه خواستن بخورن اون رو با سرکه بخورن یا با ماست بخورن. عرض شود که بسیار عالیه. از سیر خیلی تعریف میکنه، به تندی و تیزی سیر پس از خوردن نمی اندیشن، ولی نوشته سیر رو باید برد. بادمجان رو خیلی تعریف میکنه برای معده‌ای که غذا را نگهداری میکنن. ببینید این غذا همیشه تو زندگی بشر بوده. بادمجان پوسکنده را اگر با روغن بادام و سرکه بجوشانند بهترین غذاست. از قارچ و دنبلان تعریف میکنه. دیگه براتون بگم که از گیشنیز تعریف میکنه، از عرض شود که مارچوبه، همه اسمای عربی هم داره، از اینا تعریف میکنه. اسفناج رو چقدر تعریف کنه، نوشته این غذا رو بخورید. از چغندر چقدر تعریف میکنه، عرض شود از کلم تعریف میکنه. این مرد بزرگی بوده. نمک به هضم غذا کمک از سرعت عفونت خون جلوگیری میکند. زیان چربی ها را رفع میکند. برای مزاج‌هایی که رطوبت زیاد دارند خوب و سازگار است. برای اشخاص لاغر زیان آور است. از همین نظر اشخاص مرطوبی مزاج از آن زیاد مصرف میکنند. بعد از سرکه بدن را خنک و خوش میکند. از عرض شود که فلفل سیاه حذف کننده غذا و شکننده باد است. اروپایی‌ها قرن 16 فلفل شناختند. این فکر کن در قرن سوم چهارم ببین چقدر درباره فلفل تعریف میکنه. سرد مزاجان باید از آن زیاد بخورن تا غذاهای ایشان لطیف و سبک گردیده. فلفل یک گیاهی بود که محصولی بود که اگر تو قرن 16 شما یک کشتی داشتید طلا معادلش طلا بود. از فلفل هندی تعریف میکنه. دارچین شما با آبگوشت بزنید ببینید چقدر خوشمزه است. دارچین و در چای، من الان تو چایی هم همیشه یه دارچین میندازم. عرض شود که اسامی است که الان من نمیتونم بشناسم اینا رو. گیشنیز خشک چی بوده و من از دانش این آدم در تعجبم. گلپر چقدر تعریف میکنه. انگوزه چقدر تعریف میکنه. خرمای تر رطب چقدر از خرما تعریف میکنه. از انگور تعریف میکنه، از انجیر تعریف میکنه، زردآلو تعریف میکنه، شفتالو و هلو تعریف میکنه. ببینید همه اینها. از آلو چقدر تعریف میکنه. از امرود باید گلابی باشه فکر کنم یا امرود نمیدونم. انار خیلی از انار تعریف کنه. از سیب، بالنگ، به، کنار درخت سبز که از اون تعریف کنه. از توت تعریف کنه، توت شامی و شاتوت. خربوزه نوشته یحیی بن ماسویه
به شخصی که خربوزه خورده و با او مشورت نموده بود دستور داد که بعد از خوردن خربوزه عرض شود که کمی اشربه بنوشد، کندر و گوارش بخورد. نوشته این دستور اشتباه بوده، چه این عمل بدترین عمل است. خربوزه خود آماده برای استحاله و تبدیل به صفراست. برداشته نوشته بدترین موقع برای خوردن خربوزه موقعی است که انسان خیلی گرسنه باشد. بعد از خوردن خربوزه نباید بلافاصله غذا یا از ترکیباتی که ذکر کردیم بخورد.